سلام بچه‌ها، امروز اومدم بریم براتون تون بازی کالاف کنم. لایک و سابسکرایب چه مایتونه دنبال زنگوله پایینم اگه دوست داشتید مطمئن میشم نوتیفیکیشن رو آن کنید. بریم سراغ ویدیو. حالا بچه‌ها اومدیم برای شما بریم بازی رو انجام بدیم. بچه‌ها دیگه این رو میبینید سفر رو بچه‌ها بشکم یک نفره نرم تو بازی، چون خدای خیلی سخته یک نفره. بابا من در حقیقت یک نفرم نمیام تو کالاف. من فقط بگم اینا رو همش دروغ میاره، بعدت ما دیگه آخه چرا خدای بچه این مرحله من عاشقشم. خودتون شاید شما ندونید ولی من این مرحله جونم واسش میدم، جون، یعنی در حدی اینقدر دوستش دارم. این مرحله قراره خوش بذاره. نه اگه من بیام خونه دایی چه باید بدی؟ سوسک بمیدی؟ از قصد تومن نمیشکنم دایی. لایشن کن بازیو نکشیم جمونگی. آخه آدم 2000 تومنی تو سجادی دایی. این کجاست؟ اون یه نفر رو من ببینی کجا دایی؟ از قصد اینجا با اون کمه اونجا نفسمه. ما چه ببشی من یکم من واسه کالا اصابم خورد یا نمیدم. خدای اینجوری باید خیال بدم همتون داره. خدای بچه ها میدونی کالاف خیلی بازی الحق جست بزرگه. بازی کالاف خدای خیلی بزرگه. بچه ما برای یه بار که شد Capture the objective. Hostiles have the hard point. Enemy in sight! Enemy down! بچه اصلا خدای تعدد رو بازی ندارم، فقط میخوام برم بشینم بخوابم. اینقدر زود باشدم به خدای برم بخوابم. من دوست دارم برم بخوابم دیگه. خودتون میدونی من چه آدم وضعی دارم. همیشه من کالا بازی کنم، همیشه بازم رفتم اینجا رو گرفتن. آقا تو از اونجا چی جوری منو میکشی؟ لشی از اونجا چجوری منو میکشه؟ خدای لشی هستن بچه ها. ویدیو تموم نمیشه، شاید چند دقیقه دیگر ببره تا ویدیو تموم شود. اما اونجا عراقی بار بازی داریم میکنیم. عراقی اینا رو نگاه کنین. اینا رو مثل من کف دستم میکشم. اینا معلوم نیست میرن چیکار کنن. خدای بچه کالاف پلیرها پرچمشون بالاست. کالاف پلیرها خودتونم میدونید. یادتونه بچه من دیروز یه ویدیو درست کردم که من بچه هیچ کلی نگفتم، از آخر بازی یک کیل گرفتم، اونم به سختی آخرشم برنده شدم. آخه خدای درست این حق ماست. خدای بچه ها من اگه هر کسی میگه من این کالاف پلیرم لایک و سابو بزنه، برایم کامنت کنه که من بهترین کالاف پلیرم.
البته من به دست مهزیار نمیرسم. مهزیار بند، چون خدای مهزیار خیلی کالا پلیر خوبیه. خدای مهزیار بهترین کالا پلیره. اینقدر میگی مهزیار. چرا مهزیار؟ چون مهزیار یه بار با مهزیار بند بازی کردم. خدای مهزیارم بهترین بازی رو کرد. از سخت نگذارم خدای بهترین بود تو بازی مهزیار. دیگه چه بگم تو بازی آخرش. اصلا من بچه با مهزیار بازی نکنم، ولی آخرین بازی که کرد سرماخوردگی خیلی سختی داره مهزیار بند و نمیتونم فعالیت در یوتیوب کنه. خدایی منم این خبر رو شنیدم خیلی ناراحت شدم. خدا شفاش بده، انشالله زود خوب بشه و بیاد یوتیوب رو بازم شروع کنه و دل ما رو شاد کنه. انشالله بشکم یه ما شاد کنه. فقط هیچ کالا پلیری جوری مثل ما نمیره تو. اینجا ما مکسرش چه بخشید بچه ما 71 تا رفتی دارم. من خودم همشونو میکشم. فقط من تو کالاف دارم حرفه‌ای بازی دارم. من خودم نبودم تو کالاف. نه هیچ پخی نبودن. هیچ پخی. بابا آخه چون منو از اون دنیا لاشی تو چجور منو میبینی؟ بچه تو رو خدا حمایت کنی تا من زیادتر از این بازی ها برای شما میرم. من بند دارم. اینجوری باید بزنی. اینجوری خواهد مهزیار بندی بود دوست نداری؟ نه از قسم نیست. خدای بچه ها ما کالا پلیرهای خوبی نیستیم، ولی به ذاتمون اقتدار چند میدی. بچه ها فقط این دوره بر شلوغه، چون من میدونم این خیلی منو کشته بود. اینم میکشم. چه خدایی حق میدید بهم. یادتونه بچه ها من چند هفته پیش رفته بودم کالاف. یادتونه بچه ها من هفته پیش داشتم پابجی. نه یه ماه پیش بود که من داشتم تو یوتیوب فعالیت ماینکرافت و پابجی میکردم که یادتونه با اسنایپ چقدر میکشتم. اون ویدیو اگه هر کسی دیده باشه بهتر. اگه هر کسی اون ویدیو دیده باشه و سابسکرایب و لایک زده باشه، یعنی عضو از گنگ کالاف پلیرها و پابجی پلیرهاست. اما کالاف گنگش لامصب. کالاف گنگش خیلی بالاست. اصلا کالاف دیوتی گنگش خیلی بالاست. البته بچه من یه چیز بهتون میگم. من اینو میخواستم بگیرم. یه هفته پیش من میخواستم از اون سردکنهای گوشی بگیرم که بعضی از یوتیوبرها گرفتن، ولی خدایی نتونستم. نرفتم من برای وسایل گیمینگ تا چیز بخرم دیگه. منم گفتم چرا بخرم گوشی من گرمش سردی. من بعضی وقتا خیلی باش کلاف پلی بدم دیگه میترکه. کدن میترکه گوشی. بچه حتما شما از اون سردکنها برای گوشی بگیرید، چون خدایی من خودم الان وقت نمیکنم برم بیرون برای گرفتن اونا، ولی خدای دیگه شما بگیرید. نامردی نکنید. خدای دیگه شما بگیرید تا ما پرچممون نیاد پایین. بچه ویدیو اصلا اونجا میگید خدای مثل اون ویدیوی دیروز نیست که خیلی بیروح بود. خدایی مثل اون نیست. آقا بچه شاید چند بار من را بکشن.
من رو اصلا نمیکشن اونا، ولی اصلا فاتحه دارن. من بس فاتحه میخونم برای اینا نمیگن. بچه خودم خدا شاید خودم برنده میشم در این مرحله. عشق من مخصوصا با شاتگان من دوستم، ولی دیگه شاتگان تو اسلحه هم نداشتم، سرم گذاشتن دیگه اون هم بشه خدایی نمیدونستم بزنه. ای خدا این نشی چی میگه؟ من هستم بچه من خیلی شوله هستم، بخشی شلیق نمیتونم بکشم چون خدای من 13 بر 2 بابا لش. یا بچه بردیم راستکی بردیم ها بابا لش. من همه رو میکشتم بچه. نشتایی از این است من مثل کیو میکشتم. حالا دیگه اینو نمیدونم. مرسی بچه تا آخری دونه خیلی اکستراستی تین تو کامنت ها بنویسیم تا بازم از این جور ویدیو براتون درست کنم. بچه حتما لایک و ساوا رو برسونید 1000 تا من یه جشن کوچیک دور همی بگیرم واسه هممون. اگر ویدیو بالای 1000 لایک بخوره این بار میرم هم دوئه با چیتر کالاف میزنم. پس لایک و ساوا رو بزنید تا بریم با چیتر دوئل بزنیم. مرسی تا آخر ویدیو نگاه کنید تا ویدیو بعدی. خداحافظ.